دوستان عزیز یوتیوب. دوستان امروز اومدیم برای پارت اول توضیحاتی در مورد آپدیت جدید ای فوتبال بدیم در موبایل. میگم بذاریم باشه. اولین چیزی که اضافه شده ورزشگاه هستش تو این پارت میخوام به شما نشون بدم و اینجا گیم پلی یا همون ترکیب اینا هم رفته میتیم ناش گیم پلی اینا پلیرز اینجا میبینید. دقت کنید کاستوم استادیوم هستش، روش کلیک کنیم. اینجا 3 تا ورزشگاه داریم: ورزشگاه اول، ورزشگاه دوم، ورزشگاه سوم. منم مثلا ورزشگاه دوم مثلا کاستوم کردم اینجوری که مثلا این میای شما اینجا روی وسطی میزنید، اینجا نامش رو میتونید اوکی کنید. بعد اینجا میتونید رنگ و اینا رو اوکی کنید و فلان. بعد میتونید یه چیزی که هستش چک کنید برم بیرون. یه چیزی بالی که اومده میتونید برید توی اینجا اینجا نه پکای لامی ما رو به مسی، مثلا مسی روش کلیک کنید و اینجا دقت کنید این چیز مجسمه مسی هستش که کفش رو بوس میکنه، اما خوشحالی گل معروف اینا هستن و اینا نمیتونید مثلا تو ورزشگاهتون بذارید. اگه به دستشون بیارم فکر کنم لامی یامال هم داره. بله لامی یامال هم داره. بعد فکر کنم یه جایی بودش که میتونستید اینا رو حتی با جم میگم سکای ای فوتبال بخرید. خب این اولین پارت بود. اگه خوشتون اومد میتونید با لایکاتون نشون بدید که پارت دوم بزنید. فعلا خدا نگهدار.